وقتی بر بالای مصحفت گرد و غبار دیدی، پس به حال خودت گریه کن. گرد و غبار بالای مصحفت از صحرای قلبت آمده است. از قرآن دور شدن نشانه سختی قلب است. روز حضرت خالد بن ولید، شمشیر برکشیده خدا رضی الله عنه، قرآن را گرفت و گریه کرد و فرمود: از تو معذرت میخواهم ای قرآن که جهاد در راه خدا مرا از خواندن تو باز داشت. اما جوانان امروز چه عذر پیش میکرده باشند؟ البته میگویند معذرت میخواهم از تو ای قرآن که تلفن و شبکه های اجتماعی مرا از خواندن تو، از تلاوت تو باز داشت. واقعا این خیلی شرم‌آور است. قسم به الله که روز قیامت قرآن از ما شکایت می کند.